بسم الله الرحمن الرحیم. امروز داستان قهرمان دیگری و جنگاور دیگری رو از یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم می‌خوایم با هم بخونیم. قهرمانی که در نوع خودش بی‌نظیره، در جنگاوری خودش، در نشان، در حرکت و جانفدایی خودش یگانه هست. ولی این شخصیه که نقل شده مجزعة ابن ثور از سدوسی، قهرمان سوارکار و جنگجویی که تونست در مقابل غیر مسلمانان و دشمنان اسلام بایسته و به تنهایی صدها تن از اینها رو در جنگ‌های متعدد بکشه. در یک جنگ فقط میگه نزدیک 100 نفر رو ایشون تونست از کسانی که حمله کرده بودن و دین و ناموس و آیین مردم رو به نابودی کشونده بودن و فساد ایجاد کرده بودن رو از بین ببره. حالا تصور کن در جنگ‌های دیگه چگونه هست. نقل شده ایشون نزدیک 80 جنگ درش شرکت داشته و این مطلبیه که مورخان درش میگن. حالا ببینیم داستان از کجا شروع میشه و چگونه است. بله، داستان رو نویسنده این گونه میاره، میگه اینا قهرمانانی هستند، برگزیدگانی هستند از سپاهیان الله رب العالمین که بعد از جنگ قادسیه خودشون رو آماده میکردن تا خداوند یاریهای دیگری رو نصیب اینها بکنه. من ناچارم دوباره این یادآوری رو بکنم که این جنگ ها در شرایطی رخ داد، چه امپراتوری روم و چه امپراتوری فارس در اون زمان کسری برای نابودی مسلمانان و سرزمین عرب نیروهای تحت فرمان خودشون و نیابتی خودشون رو در مرزها تحریک کرده بودن. رومی ها با سپاهی بزرگ آماده شده بودن برای اینی که بتونن این سرزمین رو اشغال کنن و مسلمان ها رو نابود کنن. همون زمان پیامبر اینها این آمادگی رو داشتن و درست امپراتوری فارس هم که در اون زمان واقعا ستم فزاینده‌ای نسبت به مردم ایران داشت و این متفاوت بودن نگاهشون و تبعیضی که در این سرزمین داشت و این مناطقی که تحت سیطرش بود رو هم برای نابودی این مسلمانان به کار گرفته بود و تحریک میکرد، حمایت جنگی میکرد و حتی گفتیم که قصد ترور پیامبر رو بودن پیامبر رو داشتن. و من هم اشاره کردم که حتی اینجا در شما اگر به نهج البلاغه مراجعه کنید هم در مورد جنگی که با رومی ها اتفاق میفته، هم در مورد جنگی که با ساسانیان اتفاق میفته، اونجا اشاره میشه که عمر به علی میگه که اینا دارن حمله کردن، وارد سرزمین های ما شدن و من میخوام خودم برم و علی اونجا مشورت ها رو میده. داستان هم همین هست. حالا ولی دیگه این جنگ هست. جنگ رو اگر تو می‌خواستی متوقف کنی، عقب نشینی بشی، دیگه حمله می‌شدی، نابود می‌شدی و اونها هم هی سپاهیان رو آماده می‌کردن برای این جنگ‌ها که ما امیدواریم یه روز این جنگ‌ها رو بتونیم از نظر تاریخی باز کنیم. خدای نکرده با تعصب و با حقد و کینه و با تحریک برخی افراد به گونه‌ای دیگه به این تاریخ ما نگاه نکنیم. بله، مسلمانان با این اندیشه بالاخره دفاع می‌کردن از سرحدات خودشون، سرزمین خودشون و عقیده خودشون و این که بتونن این سدهای استبداد و دیکتاتوری رو یک پس از دیگری بشکنن و اونهایی که بالاخره یارانشون به شهادت رسیده بودن قبطه اونها رو می‌خوردن و خیلی هم دنبال این بودن که بتونن این جنگ رو ادامه بدن، یا به شهادت میرسن یا بالاخره این سدهای دیکتاتوری و استبداد و ستم رو خواهند شکست و راه رو برای مردم باز خواهند کرد که خودشون حقیقت رو هر گونه هست انتخاب بکنن. و منتظر بودن که فرمان از جانب عمر چی میاد، تا اینکه فرمانی از جانب عمر اومد که بله، جنگ رو ادامه بدید و منتظر نشید. اینجا بود که عمر بالاخره این فرمان رو صادر کرد و گفت ابو موسی اشعری با لشکر خودش حرکت کنه با سپاهیان مسلمان از بصره و بره تعقیب کنه هرمزان رو، فرمانده این سپاهی که در برابر ایران، در برابر اینها قرار گرفته بود، چرا که اینا در اون منطقه اهواز مستقر بودن. و گفت بعد برید شما شهر شوش رو، حالا توستر که در عربی گفته میشه، همین شهر شوشتر رو برید تصرف کنید که در اون زمان یک شهر کاملا استراتژیک بود و به عنوان مروارید این سرزمین به حساب می اومد. و خب گفتش که ابو موسی اشعری، تو که لشکر خودتو فراهم میکنی، داری میری به سمت این جنگ و ادامه این جنگ و همراهی با مسلمانان، همراه خودت قهرمان
و به عبارت امروز این کماندو و این جنگاور حرفه‌ای مجزعة ابن ثور سدوسی رو هم با خودت ببر که این بزرگ قبیله بنی بکر بود و کسی بود که همه ازش اطاعت میکردن در اون قبیله. اینجا بود که ابو موسی اشعری به فرمان عمر رضی الله عنه اومد چیکار کرد؟ این سپاه رو آماده کرد و در سمت راست این سپاه خودش، حالا اونجا میگفتن جناح راست جناح چپ، در سمت چپ سپاه خودش مجزعة ابن ثور سدوسی رو چیکار کرد؟ قرار داد و این به سپاه مسلمانان حرکت کردن از بصره به سمت اینکه بتونن این جنگ در راه خدا رو ادامه بدن و بتونن جلوی این حملات دیگه گرفته بشه و این شکست بخوره، این بالاخره قدرتی که برای نابودی و برای تباهی حقیقت داشت تلاش میکرد. بله، میگه اینها بالاخره شهرها رو یکی پس از دیگری فتح میکردن و این قلعه ها رو میگرفتن و بالاخره شرایط رو فراهم میکردن و هرمزان هم به ترتیب فرار میکرد. هرچی اینها پیروزی به دست میآوردن هرمزان عقب نشینی میکرد، نمیتونست مقاومت بکنه تا اینکه به شهر شوشتر رسید. دیوارهای قلعه های بلندی داشت و دارای دژهای خیلی گسترده‌ای بود و شهر شوشتری که این به پناه برده بود هرمزان، همونطوری گفتیم نگین سرزمین فارس در اون زمان حساب میشد، یکی از زیباترین شهرهای ایران بود از نظر زیبایی، از نظر آب و هوا و از نظر قدرت این بالاخره قلعه هایی که وجود داشت. هنوزم شما به منطقه شوشتر اون قسمت ها آثار باستانی هست، میبینید که چه دارای چه موقعیت ها و شرایطی بوده و این شهر در واقع یک شهر تاریخی هم به حساب می اومد که دارای یک فرهنگ و یک تاریخ خیلی طولانی بودش و از همه مهمتر کارهای خیلی زیبایی هم در این شهر از نظر تکنولوژی شهرسازی صورت گرفته بود. نهرهای آبی وجود داشت که این نهرهای آب روان میشد توسط کانالهای آبی بود که میرفت از روی سنگها و اون بالاخره اشکالی که تهیه شده بود، حتی اشکال انسان حیوان در اونجا قرار داشت، آبها میومد سرازیر میشد مثل آبشار و این قول معروف زیبایی هایی که برای یک سیستم شهرسازی به کار میره در این شهر شوشتر به کار رفته بود و این مثلا آبها میومد از بالای قصر و میریخت به پایین و اون منطقه هم کاملا سرشار از آب و رودخانه و اینها بود که اصطلاح در لغت عرب میگفتن شازروان یا شادروان که همون آبشارهایی بود که در اون موقع وجود داشت و این دارای خیلی کانالها و تونل‌های ویژه‌ای بود که اینها طراحی شده بود و در اطراف شهر همین آبها وجود داشت. در هر صورت نوع ساختمانسازی و نوع این شهرسازی در نوع خودش میگن بی‌نظیر بود. از همه مهمتر دارای دیوارها و قلعه، این قلعه دارای دیوارهای خیلی بلند و محکمی بود، جایی که مورخان حتی نقل شده شاید که این اولین دیوارهایی است که بر روی زمین ساخته شده، حتی قبل از دیوارهای چین دارای یک چنین استحکاماتی بود دیگه. حالا والله اعلم این چیزی که مورخان در اون نقل میکنن در موردش. هرمزگان وقتی که به این شهر شوشتر پناه آورد و این شکست‌های پی در پی رو متحمل شده بود، گفت خب اینجا رو دیگه ما باید حفظ کنیم، اینجا دیگه نمیتونن مسلمانان نفوذ بکنن، پس ما باید برای این چیکار بکنیم؟ اومدن دور تا دور این شهر رو چیکار کردن؟ خندق بزرگی رو زدن که در این خندق‌ها همین آبها رو جریان دادن، طوری که دیگه سپاه مسلمانان نمیتونست وارد این شهر شوشتر بشه حتی از هیچ راهی. اگر از دیوارها میخواست وارد بشه، دیوارها بلند بود، چنگه‌های آهنی فراهم کرده بودن مذاب به بدن افرادی که میخواستن از این دیوارها بالا برن طناب مینداختن یا قلاب گیر میکرد، اینها کشته میشدن، یا کمانداران از بالا کمان پرتاب میکردن، تیر یا نیزه پرتاب میکردن و کاملا این یک منطقه نظامی خطرناکی شده بود که هیچ کس نمیتونست نفوذ بکنه. حدود 18 ماه این جنگ ادامه پیدا کرد، فتح شهر شوشتر. برخی فکر میکنن که مثلا نه جنگ ها خیلی عادی بود و سریع، نه، واقعا جنگ ها طولانی بود و تعصب هم بود، عصبیت هم بود و اگر واقعا میشد گفتگو میشد به این جنگ ها ادامه پیدا نمیکرد به این مرحله. 18 ماه این جنگ طول کشید و میگم در طی این 18 ماه جنگ های پی در پی رخ میداد. اول میمدن مثلا قهرمانان دو تا سپاه با هم میجنگیدند و باز یک درگیری میشد، جنگی میشد، باز قحط میشد و در تمام این لحظات مجزعة ابن ثور به عنوان یک قهرمان حضور پیدا میکرد در جنگ‌های تن به تن، در جنگ‌هایی که رخ میداد و یک لحظه هم در این 18 ماه ایشون در این مسئله از دست نداد و این بود که اصلا اسم مجزعة ابن ثور وقتی که به سپاهیان سرزمین فارس میرسید وحشت میکردن اون سربازان کسری و اصلا
این مسلمان ها خوشحال بودن یک همچین قهرمانی، همچین تکاوری مثلا به اصطلاح امروز در سپاه خودشون وجود داره. اینطور نبود که بگیم که سپاه ساسانیان هم ضعیف بودن، نه این گونه نبود، و ما اینجا بالاخره این تقابل و جنگ خودشو در هر جایی داشت. حالا ما نویسندگان مورخین نقل میکنه اینجاست که میشه فهمید که چرا عمر مجزعة ابن ثور رو انتخاب کرد به عنوان فردی که به قول معروف در این سپاه قرار داشته باشه تا در این جنگ بتونه شرکت داشته باشه. در آخرین جنگی که در این جنگ ها صورت گرفت، مسلمان ها خیلی قهرمانانه جنگیدن و سعی کردن از روی این خندق پناه رد بشن، اما اونها خب درها رو بسته بودن و نمیتونستن دیگه کاری رو انجام بدن و شرایط خیلی سخت شده بود. دیگه مسلمان ها دیگه نمیدونستن واقعا چه کار بکنن. محاصره طولانی شده بود، راهی برای نفوذ نداشتن و اونها هم گفتیم که تجهیزات خیلی گسترده‌ای داشتن و آمادگی دفاعیشون هم خیلی خوب و توانمند بود. بالاخره سرزمین خودشون بود. تا اینکه بالاخره یکی از سپاهیان مسلمان گفت من میام از این دیوار میرم بالا. اومدن دیوار برن بالا و این حلقه های آهنی رو انداختند و اینها کشته میشدن و میافتادن و میدیدن هیچ کار نمیشه کرد. شرایط خیلی سخت شده بود بر مسلمانان، یا باید عقب نشینی میکردن که به دنبال این عقب نشینی شکست و نابودی سرزمین اسلام بود، یا بعد هر طریقی باید پیروزی به سراغشون میومد. این بود که از خدا خواستن که خدایا پیروزی نصیب ما بکن، راهی رو جلوی پای ما قرار بده. تا اینکه ابو موسی اشعری که خب فرمانده این سپاه بود اومد بررسی کنه، اومد نگاه میکرد اطراف، بررسی میکرد این قلعه رو ببینه راه نفوذش هست، چی کار باید کرد، نباید ناامید شد، حتما یک راهی وجود داره که یک دفعه یک تیری به سمت ابو موسی اشعری پرتاب شد. حالا با ما همراه باشید تا جلسه بعد که ما داستان این تیری که به سمت ابو موسی اشعری پرتاب شد از روی دیوارهای این قلعه شهر شوشتر برای شما تعریف بکنیم. تا روز دیگه در پناه خدای مهربان باشید.